در تاجیکستان 4 روز استراحت اعلان شد. شماره روزهای استراحتی هفته آینده معلوم شد. در این باره از فدراسیای اتفاقهای کسبه مستقل جمهوری خبر دادند. به اطلاع منبع 27 ایون در کشور روز وحدت ملی و 28 باشد عید قربان تجلیل می شود. شهروندان تاجیکستان به افتخار روز وحدت ملی و عید قربان پی هم 4 روز استراحت می کنند. بنا به اطلاع منبع روز وحدت ملی 27 ایون است و طبق حسابات پیشکی عید قربان به 28 راست می آید. منبع این را اینچنین شرح داد: طبق کودکس مهنت ترتیب گذراندن روز استراحت را به دیگر روز کاری با مقصد ثمرناک استفاده نمودن وقت کاری در روزهای عید غیر کاری حکومت جمهوری تاجیکستان معین می نماید. همین طریق میان روزهای استراحتی مقرری شنبه و یکشنبه و روزهای عید یک روز کاری یعنی 26 ایون است که آن به شنبه 24 ایون کوچانیده می شود. آنهایی که هفته کاری 5 روزه دارند به جای دوشنبه 26 ایون شنبه 24 همین ماه کار کرده روزهای 25، 26، 27 و 28 استراحت خواهند کرد.